شایعات نقل و انتقالاتی رئال مادرید. آیا پنجره زمستانی رئال مادرید برای ژاوی آلونسو خوب پیش میره یا نه؟ خیلی خوش اومدید به کانال FP13 رئال مادرید، کانال میشه گفت حالا پادکست فوتبالی من و مهدی. بله مرسی. سلام خیلی خوش اومدید و رسیدیم به موضوع مهمی که این روزا حول باشگاه رئال مادرید خیلی زیاد شده و اصلا دیگه وقت تصمیم گرفتنه و دیگه در حد شایعه، صحبت و جنجال و رسانه و این چیزا نیست. وقت تصمیم گرفتنه. بین کیا؟ بین وینیسیوس، پرز و آلونسو. البته آلونسو فعلا خیلی اهمیتی نداره در این تصمیم گیری مهم، یعنی تمدید قرارداد وینیسیوس، اما به یک شکل دیگه‌ای اهمیت داره، اونم بحث فنی. اگه اینکه صدای صندلی که خیلی جالبه، اگر که میبینید که انگار یه مشت تو صورت من خورده یا خیلی انگار این حالت مهم به قول گفتنی چی بهش میگن؟ گیجو اصلا محوم و نمیفهمم داره چه اتفاقی میفته، به خاطر تبیه که من دارم. اگه اشتباه نکنم تقریبا 38 درجه الان من دمای بدنمه و نمیفهمم داره چه اتفاقی میفته. اینجا نورا واقعا زیاده. امیدوارم که سریع بتونم جمع جور بکنم و تا انرژیم نیفتاده بریم سراغ موضوع اصلی. خریدای رئال مادرید که آیا توی زمستون انجام میشه یا آیا توی تابستون انجام میشه. مهمترینش، یعنی مهمترین تصمیمی که باشگاه باید بگیره برای آینده نزدیکش، یعنی آینده 3-4 ساله پیش روش، همین تصمیمه که آقا آیا وینیسیوس باش تمدید بشه یا فروخته بشه. نه اینکه همینطوری از چنگش در بره، یا که فروخته بشه. این مهمترین تصمیمیه که رئال مادرید و البته پرز باید بگیره. چرا؟ چون رئال مادرید به دو جهت متفاوت میره اگر که این دو حالت اتفاق بیفته. خب حالت اول وینیسیوس میمونه، باز هم خودش دو حالت میشه، یا رئال مادرید نابود میشه یا نه وینیسیوس آدم میشه و خب رئال مادرید باید بره به سمت یک تیم بیشتر فیزیکی و به قول گفتنی میشه گفت حالا فیزیکی تر، سرعتی تر. دیگه بحث بازی سازی باید کمتر بشه، فیزیکی سرعتی و یکم هم دفاع ضد حمله باید بره و منطقی و عقلانی بازی بکنه، نه رویایی مثل دوران لورکوزن، اون 3-4-3 لورکوزن که رویایی بازی میکردن دیگه. جاناتان تا پشت محوطه جریمه حریف بازی میکرد و اصلا توپ میچرخوندن، نمیدونستن حریفا دارن چی کار میکنن. این از این. اون حالت میشه وقتی که ویتینیا بیاد به رئال مادرید، یا اصلا هر کسی که بازی ساز باشه، یه بازیکن توی خط هافبک بازی ساز باشه، توپ بچرخونه، به قول گفتنی به اصطلاح جادوگر باشه. دیگه میدونید دیگه اصطلاح جادوگر رو دیگه با انیمیشن های حمید سحری هم دیگه احتمالا آشنا هستید دیگه. مودریچ و دیبروینه و اینا معمولا جادوگر به حساب میان. اینم از اصطلاح جادوگر. و آره، اگر که رئال مادرید ویتینیا رو به خدمت بگیره یا بازیکنی با همین پروفایل رو به خدمت بگیره، جور دیگه ای پیش خواهد رفت. رئال مادرید میره به سمتی که حالا به قول گفتنی رویایی بازی بکنه و سرمربی صاحب سبک بشه و حرف اول و آخر رو توی باشگاه بزنه دیگه. اصلا حتی بحث پرز هم پیش نخواهد آمد. یعنی چی دیگه؟ حرف اول و آخر یعنی به قول گفتنی کاپیتان تیم بشه. این از این. حالا آیا اتفاق میفته این؟ حالا اصلا بحث ببین جابجایی که نیست، اینکه وینیسیوس بره پی اس جی، ویتینیا بیا رئال مادرید که توی تامنیل دارید میبینید که اصلا این عقلانی نیست. ناصر خلاف خودمون اصلا چنین کاری رو انجام نمیده دیگه. تو پاچش به قول گفتنی نمیره، چون دیوونه هم نیست. آقا دزیر دوه، دمبله، کوارتسخیلیا، همین الان بارکولا رو هم میخوان بدن، یه وینیسیوس بیارم چی کار بکنم؟ این از این. تازه تیمم داره مثل آدم پیش میره دیگه، دیوونه نیستم. دوران مسی آوردن و نیمار آوردن و ابراهیموویچ و کاوانی و اینا تموم شد. دیماریا دیگه دوران اینا تموم شد. الان دیگه دارم مثل آدم تیممو میچینم. آقای پرز شما هم کاش مثل آدم تیمتو بچینی. خب این که تو پاچش نمیره، پس چی؟ ما داریم رسما یه حالت فرضیه صحبت میکنیم، یه حالتیه که فرضاً ما
فکر میکنیم که حالا وینیسیوس جدا میشه، حالا هر قبرستونی که رفت، و ویتینیا به تیم اضافه میشه. خب در این شرایط میشه چندین کار کرد. رودریگو میره سمت چپ بازی میکنه، بیلینگام هست و به قول گفتنی ویتینیا میاد عقب بازی میکنه. عالیه. شوامنی که توی خط 3 نفره دفاع داره بازی میکنه، عالیه. و میشه گفت تیم خیلی خوبی رو رئال مادرید خواهد داشت. آیا با آوردن یه بازیکن میشه اینقدر تحول ایجاد کرد؟ بله. حالا نه صرفا یه بازیکن، با آوردن بازیکن خیلی میشه راحت تحول ایجاد کرد. آقا اشلوتربرگ بیاریم، یکی از گزینه‌هایی که دیگه حالا اوپامکانو و سالیبا و همه کناته و خیلی هایی که به عنوان گزینه رئال مادرید توی خط دفاع بودن و میشه گفت دیگه کنسل شدن یه جورایی، الان فقط اشلوتربرگ مونده. من میگم اگر اشلوتربرگ هم بیاد، توی کدوم ویدیو گفتم؟ توی ویدیو خط به خط رئال مادرید، خط دفاع و دروازه، توی اون ویدیو گفتم اگر که اشلوتربرگ هم توی زمستون اضافه بشه خوبه. آیا انتقال وینیسیوس رفتن و ویتینیا اومدن توی زمستون انجام میشه؟ خیر. توی تابستون باید انجام بشه. عقلانیش اینه که توی تابستون انجام بشه که رئال مادرید و سرمربی وقت داشته باشه، چون ویتینیا خودش وقتی که بیاد اصلا سبک تیم تو عوض میکنه دیگه، چه برسه به حالا موضوعات دیگه. اما اگر رئال مادرید توی این فصل میخواد هم به قول گفتنی اون تغییرات رو حس بکنه، اینکه آقا ما از دوران آنچلوتی رفتیم به دوران ژابی آلونسو و اینا دوتا سرمربی متفاوتن، و هم در کنارش نتیجه بگیره. رئال مادرید اگر این دوتا رو با هم میخواد، به قول گفتنی چیو خدا و خرما رو با هم دیگه میخواد، باید به نظر من توی زمستون یه مدافع جذب بکنه، حداقل یک مدافع جذب بکنه که بتونه هم نتیجه رو داشته باشه، هم خدا رو، یعنی هم خرما هم خدا رو با هم دیگه داشته باشه. اگر حالا بعضیا میگن آقا اشلوتربرگ هم فرقی نداره با هویسن، یعنی ما هم الان مشکلمون با هویسن اینه که بازیکن شلیه، بازیکن کندیه، اشلوتربرگ هم تقریبا همین شکلیه. بله تقریبا همین شکلی هست و رئال مادرید اگر بخواد این بازیکن رو بیاره باید پول سرش خرج بکنه. اما آیا نمیصرفه؟ ژابی آلونسو خواهان چنین چیزیه. آیا تیم لورکوزن خط مدافعای وسطش خیلی خیلی اهمیت داشتن در بحث دفاع کردن؟ خیر، انقدر اصلا مالکیت توپ زیاده، انقدر بازی در اختیار تیم ماست، انقدر بازی ها رو 3-4 میزنیم و میریم پیش که اصلا این بحثا پیش نمیاد. بعدش هم آقا پس فردا خب اتفاق نمیفته، میلیتائو هست، رودیگر هست، حالا رودیگر اگر حالا به قول گفتنی تمدید بکنه، اینا هستن، آسنسیو هست، حتی آسنسیو هم میشه بهش اعتماد کرد. تا چند مثلا میشه گفت یه فصل پیش، حتی 6 ماه پیش من میگفتم نه آسنسیو واقعا بهش اعتمادی نیست. حتی به آسنسیو هم میشه اعتماد کرد. اتفاق خاصی نیفتاده ها. پس چی؟ اگر اشلوتربرگ بیاد تازه داری اون چیزی که سرمربیت میخواد رو بهش میدی، اشکالی هم نداره، خیلی هم عالی و درجه 1. یا هویسنه، اگر هویسن اتفاقی براش پیش اومد اشلوتربرگ هست، میلیتائو هست، دین هویسن هست، شوامنی هست، نمیدونم رودیگر هست، اینا هستن، آلابا هست. پس فردا اگر ویتینیایی در تابستون به رئال مادرید اضافه شد، بکاپش به راحتی میتونه آردا گولر بازی بکنه و پیشرفت بکنه. اما یه نکته به آیا من، نظر شخص من با این یعنی موافقم با این موضوع که ویتینیا بیاد به رئال مادرید؟ اگه من دارم اینو میگم، من اصلا مطمئن نیستم در مورد جواب خودم، اما من دارم میگم اگر وینیسیوس حالا رفت، کلی خب ضرر بزرگی به حساب میاد دیگه، این همه یه ستاره رو هی پرورش بدی تو تیم خودت، البته اینقدر برات کار بده و تا اول جوونیش و هنوزم که هنوزه میشه گفت میشه ازش جواب گرفت، به یک باره خب از دستش بدی، خب خیلی شکست بزرگی به حساب میاد توی نقل و انتقالات. آیا آوردن ویتینیا و از دست دادن وینیسیوس عقلانیه؟ من میگم آقا یک سوال،
اگر احیانا پس وردا ویتینیا ربات داد، میخوای چه خاکی سرت بکنی؟ اینم هست دیگه آقا، اینم باید در نظر گرفت. ما بحث خط دفاع رو گفتم مفصل توی ویدیوی خط به خط در موردش کامل توضیح دادیم. در مورد این ویتینیا و وینیسیوس هم فعلا من هرچی که میدونستم رو سعی کردم که بگم. البته حالا خیلی راه داریم تا پایان ویدیو، حتما بمونید توی ویدیو و البته این موضوع هم بهتون بگم که حتما سابسکرایب بکنید و لایک بکنید. اگر تا اینجا اومدید ازتون درخواست میکنم، واقعا لایک شما میتونه خیلی به ما کمک بکنه، به خصوص که اول راهیم و قراره که کلی اتفاقات و خاطرات باحال با همدیگه، من، مهدی، لوگو، رئال مادرید در حضور بنزما و بلینگام داشته باشیم. و البته دوستانی که پشت سر مهدی هستن، اگر که یه ثانیه این سمتی بشی، به 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 به. و خب ریبری سال 2013 و بازیکن‌ها زیادن، حتی واران هم اینجاست دیگه، چه برسه به مجتبی و جعفر. خب بازم مثل همیشه خب ترکوندی آقا. درست. حالا من یه سوال دارم، اینا به کنار، اینا مثلا یه سری فرض هاست که ما گفتیم، حالا فوتبال و هزار اتفاق، اما بریم سر بحث خود پرز. آیا پرز بعد از 2 دوره که خریدای کهکشانی انجام داد و خب به خاطر کرونا و نمیدونم بازسازی برنابه و این چیزا کلا سیستمش و افکارش عوض شد و دوست داشت که خب سیاست‌های کلان خیلی بیشتر اهمیت پیدا کرد تا خرید بازیکن‌های آنچنانی و این صحبت‌ها، و خب دیگه این چند سال اینطوری بوده. حالا البته چند تا بازیکن پیشرفتم گرفتن. آره دیگه، چند تا بازیکن واقعا مسن هم برخلاف سیاست باشگاه مجبور شد که این چند سال بخره و هندل کنه، اوضاع به خوبی هم هندل کرد. آقا توش بحثی نیست که پرز واقعا هندل کردنش توی تیم رئال مادرید عالیه، بهترین مدیر ورزش جهانه. حالا البته آنچلوتی هم که 100 بار گفتیم که اصلا حجب و حیا دیگه در حد لول فوق زیاد. آقا آیا اصلا رئال مادرید میتونه با این شرایط و این اوضاع اقتصادی که الان باشگاه داره و پرز هنوز هست تا 2-3 سال دیگه بازم مثل قبل به صورت ستاره محور خرید کنه، آشوب و حاشیه و جنجال و جذابیت داشته باشه؟ هنوز میشه که اون خریدها رو ببینیم؟ اصلا دیگه میبینیم اون خریدها رو؟ من فکر میکنم نه. چرا؟ چون توی پرز چه دلت بخواد چه دلت نخواد آلونسو رو آوردی. آلونسو مربی پروژه است، اینا که همه میدونیم. حالا وقتی که شما یه مربی پروژه محور میاری، درسته که الان چند وقت حرفی زده میشه که تناقض داره. سر چی؟ سر اینکه آقا پرز چرا از رسانش داره علیه سرمربی استفاده میکنه؟ چرا مارکا؟ چرا نمیدونم اون یکی یارو کیه، اون خبرنگاره که رفیق جینگ پرزه، چرا در مورد سرمربی حرف میزنه؟ چرا باید تیتر در موردش ما ببینیم که نه اولتیماتوم، نه دیگه نمیدونم آلونسو دیگه فایده ای نداره؟ توی کریسمس هم ولش نمی‌کنید؟ یه نکته‌ای هست. ببین اگر که خریدهای پرز بره به سمت اینکه قرار باشه پرز دیگه ستاره نخره، نگه ستاره نخره، فوق ستاره نخره، سوپر استار نخره، و بره به سمت حالا بازیکن‌هایی که به درد تیم میخورن، کاربردی باشن و دیگه صرفاً برندینگ نباشه و بحث همون به قول گفتنی یه سرمربی پروژه محور باشه، حالا تراست پروژه، این شرطش اینه که آقا آیا پرز اعتماد کرده به ژابی آلونسو یا خیر؟ میدونیم که داشت آبروش میرفت، به یورگن کلوپ رو زد، به زیدان هم رو زد. میدونیم این دوتا رو و میدونیم که جواب منفی هم شنید و به قول گفتنی کچه شد و اومد به سمت این که آقا خب ژابی آلونسو خودتی و خودت، من واقعا دیگه هر چقدر پرز باشم دیوونه نیستم که تیمو بسپارم دست حالا آربلوها یا راول. اصلا منطقی نیست، عقلانی نیست. این از این. پس به خاطر همین خریدها باید اولین شرطش اعتماد پرز به ژابی آلونسوه. خریدها چه شکلی باشه؟ کار راست، بازیکن فوق‌العاده، چقدر تغییرات ایجاد کرد تو سمت چپ رئال مادرید و چقدر پارسال از دست فران و نمیدونم
مندی توی این چند سال عذاب کشیدیم. دقیقاً در نهایت من توی حرفا ممکنه که چندین بار به این مسئله مثلث بین مدیر، مربی و بازیکن برگردم. الان این تقصیر آلونسو نیست که تمدید قرارداد وینیسیوس مطرح شده موضوعش. خب چی کار کنم؟ الان من اومدم فلسفه من اینه که خیلی هم با من اصلا تا نکردی، چه لحاظ مدیریت چه لحاظ بازیکن دهن آلونسو رو سرویس کردید دیگه. چیزی نمونده بود کنار زمین. استرس داشت سر بازی سویا. خدایا گل زدیم آخیش، گل زدیم آخیش. یارو داره دیوونه میشه. این مثلث خب چیکار بکنه که حالا مثلا وینیسیوس بحث تمدیدشه؟ چیکار بکنه که به حرف سرمربیش گوش نمیکنه؟ بابا رودریگو هم دیگه عادت کرد و خودشو برگردوند و قبول کرد که مهاجم سمت راست و بال راست باشه. دیگه همه قبول کردن که آقا نمیشه اینطوری. این مربی خوبیه، ایده های خوبی توی سرشه و به درد رئال مادرید میخوره. چرا؟ چون دیگه این بازیکنایی که از دوره آنچلوتی موندن یواش یواش یک بازیکنی مثل خود رودریگو، الان وینیسیوس، 2-3 سال دیگه اصلا خود کاماوینگا، مندی که اصلا ولش کن، شهید آلابا شهید، من حتی رودیگر هم دیگه جزء شهدا میدونم، کارواخال هم همینطور. خب وقتی از دوره آنچلوتی این بازیکن‌ها دیگه داره ته کشیده میشن، یا باید قبول کنن که اگه میخوایم همچنان امید به یک تیم بهتری بعداً داشته باشیم و اصلا از این مربی هم خوشمون نمیاد، باید خوب بازی کنیم. آقا اگه هم دوست ندارید که گوش به حرف سرمربی بدی، خب نیمکت نشین میشی تموم. و البته آقای پرز آقا قبول کن که دیگه بیا پشت سرمربیت و خرج کن. حداقل ببین، به نظر من حداقل این تیم 200-300 میلیون حتی بیشتر، البته بسته به حالا قیمت بازیکن‌ها داره، خرج داره، واقعا خرج داره، احتیاج داره. انگار احساس میکنم 300 میلیون توی گلوش گیر کرده باشگاه. آدم بشو نیست این تیمه ها. پرز دیوونه نشی، یا 3-4 سال از پایان عمرت مونده، پایان عمر فوتبالیت توی رئال مادرید. دیوونه نشی یا بابا، خرج کن پولا رو. نمیدونم به جای کنسرت تیلور سویفت که دیگه اصلا یا راگبی بازی کنن. آره، تازه شبا توی دور استادیوم انیمیشن پخش میکنن برای نمیدونم خیابونو. کثافت خالص. من نظریت یه لحظه یادت نره، من اینو باشو 1000 بار مشکل داشتم و هنوزم دارم. سقف ورزشگاه بسته است. بارها گفتم سقف ورزشگاه بسته است. بارون میاد قاعدتا چمن نباید خیس بشه چون سقف داره، مگر اینکه حالا خونه نقی باشه که بریزه، سقفش ستون نداشته باشه. اما خب سانتیاگو برنابئو، اوسموسو همون ساختمونو نساخته، سقف داره. پس اگر که زمین خیسه میتونه علتش بارون نباشه. پس میتونه علتش چی باشه؟ آها، برادران پرز و مابقی دوستان دست راست و چپ پیرمردن دیگه، تکرر ادرار رو گذاشتن دمش و مشکلات پروستاتشون رو نتونستن رفع بکنن. متاسفانه شاید میشه گفت سرطان مجاری ادرار دارن. شاید شلن، به قول گفتنی واشر شله. حالا چه از این سمت چه اون سمت که بعضی از بازیکن‌ها اون سمت شله، از اون سمت. یعنی یهو میبینی یه جوری موقعیت رو خراب میکنه که قشنگ همون لحظه زمین لیز میشه، به همین رنگ در میاد، یکم روشن‌تر به قول گفتنی. این از این. من بارها این موضوع رو گفتم، گوجه بخور آقای پرز. درسته آقا. من اصلا ببین واقعا من گاهی وقتا فکر میکنم که توی هری پاتر بود که یه قسمتش فکر میکنم هری پاتر و جام آتش بود، شماره 4ش، که پروفسور مودی، همون حالا فارسیش هم مثلا میگن چشم بابا قوری و فلانه، چشمش اینجوری بود، خیلی تیزبین بود، کاراگاهه، که پسر کراوچ، این یارو قاضیه، پسرش میاد برای اینکه جزو یاران ولدمورت شده بود، میخواست بیاد که در این که هری پاتر دستش به جام آتش برسه، و چون جام آتش یک منتقل کننده بود، وقتی دست بهش میزد میرفت اون جایی که ولدمورت هست و حالا اینا که دیدن متوجه میشن،
چیکار کرد این پسر کراوچ؟ معجون مرکب درست میکرد. پروفسور اسنیپ هم گیر داده بود که چرا موادم نیست، خدایا این هری پاتر رو بهش مشکوک شده بود، این مواد رو داری چه غلطی میکنی، مشکوک بهش میشد دیگه کلا. بعد معلوم شد که پروفسور مودی و نمیدونم یه تار موش و خودش رو زندانی کرده و تار موش رو برداشته و چی و قاطی کرده، معجون مرکب درست کرده خورده که شبیه پروفسور مودی بشه و بره تو دستاوار هری پاتر رو کمکش کنه برای اینکه جام آتش رو ببره. جدی فکر میکنم پرزم یکی دیگه است، خیلی اصلا انگار خودش نیست، یکی دیگه یه چیزی درست کرده اومده پولا رو هاپیلی کنه فرار. آخه بابا دیگه خرج کن لامصب. 2025 میگم 25% تا 30% باشگاه افزایش درآمد داشته. وای به حالت سال 2026. آقا دیگه بسه. حالا این هیچی. ویتینیا کیه و اصلا به درد رئال مادرید ژابی آلونسو میخوره یا خیر؟ بله، ویتینیا اگر که به رئال مادرید بیاد خیلی میتونه تغییرات بزرگی رو توی سبک بازی اولین گام ایجاد بکنه. این از این. ویتینیا بازیکنیه که الان توی پاریس سن ژرمن زیر نظر انریکه یه حالت بوسکتس خیلی شبیه مورچه میمونه توی زمین، از این ور به اون ور، از این ور به اون ور، میاد از قلب خط یعنی ببین میتونم به راحتی بگم تلفیقی از مودریچ و کروس با هم دیگه. فوق العاده است این بازیکن، واقعا فوق العاده است و سوپر استار نشده، اسمش سوپر استار نیست. خب اوکی، البته این موضوع هم هست که رئال مادرید خب به غیر از این گزینه خط دفاع و خط حالا هافبک شاید به حالا مثلا وینگر راست و اینا هم فکر بکنه که اصلا عقلانی نیست. اولیسه و اینا دیگه واقعا رویایی، فوق رویایی. اینا از ما قضیه‌ای که از یه چه میدونم فیلتر به قول گفتنی پرز رد نشه ما اصلا کاری باش نداریم. آقا ویتینیا اگر که بیاد به رئال مادرید، ویتینیا چه جور بازیکنیه؟ ویتینیا چی اصلا داشتم میگفتن؟ اینا رو گفتم. ترکیب کروس و مودریچه و یه مورچه و یه جادوگریه که توپ از عقب زمین براتو میکشه میاره پشت محوطه، خوب شوت میزنه، توپ چرخوندنش فوق‌العاده است و اصلا با حرکات الان خیلی از وقتا کلا خیلی از مواقع به قول گفتنی از پرس نمیشه با بیلداپ اومد بیرون. پرسه یا خیلی فوق العاده است مثل حالا پرس تاتنهام توماس فرانک که واقعا دیوونه این بازیکن‌ها و خیلی بدنسازیشون فوق العاده بوده و مثل اسب 100 دقیقه میدوئن. کمپانی هم همینطور، کمپانی هم منتومن وحشتناکی داره با بایر مونیخ و بعضی وقتا واقعا نمیشه. و چه جوری یه بازیکن میره بیرون، یه شخصی مثل دیونگ، یه شخصی مثل ویتینیا یهو میچرخه به قول گفتنی، یه حالا هفترن میزنه و اصلا میشکنه اون حالا پرس رو، حالا های پرس باشه که بیلینگام فعلا استفاده شده تو دبل پیوت. البته آره بیلینگام که الان داره توی ترکیب 3-4-2-1 توی اون حالا دبل پیوت استفاده میشه بد نیست، ولی خب خیلی از حالا از هم دروازه دور میشه، هم خیلی از حالا به قول گفتنی مزایایی که برای تو داره رو ازش داری میگیری که یه چیزی دیگه بهت بده. عین اینه که برونو فرناندز رو توی اون پست استفاده بکنی بل اجبار. روبن آموریم خب منچستر یونایتد دستشه، اما ژابی آلونسو که نمیدونم منچستر یونایتدی که 20 سال نتیجه نگرفته، حالا 20 سال که زیاده، 10-15 سال نتیجه نگرفته، زیر دستش که نیست که. نه رئال مادریدی نه زیر دستشه، 2 سال پیش چمپ گرفته، الکی نیست. پس آقا ویتینیا اگر که بیاد اولا سوپر استار نیست و به راحتی میشه با یه هزینه خوب، حالا چون جوونم هست، با یه هزینه‌ای که واقعا میصرفه، حالا ما اسوانیم میصرفه واقعا خوبش باریکلا. بعد تمدید گزینه تمدید میگم گزینه که توی بنده قرار سال دیگه 80 تا میتونه سال بعد 80 و اینا. ببین الان رئال مادرید سال بعد آیا احتیاجی به این بحث داره؟
یعنی آرای به نظر تو رئال مادرید تا سال آینده نمیتره که منفجر نمیشه، از هم میپاشه، از هم میپاشه. من دارم میگم آقا حداقلش اینه که وینیسیوس توی رئال مادرید بمونه، ویتینیا خریداری نشه. خب خط دفاع و خط هافبک رو تقویت کنید، یا هافبک فیزیکی دیگه هم بدید دمش، یه کاماوینگای دیگه، یه شوامنی دیگه هم بگیرید. این تهشه، این یه حالته که ما بدترین حالت رو در نظر میگیریم. حداقل رئال مادرید 2 الی 3 تا بازیکن احتیاج داره که یکم سر و سامون بگیره. 2 تا دفاع، یا هافبک. حالا یا اون هافبک باید یا هافبک با پروفایلای کاماوینگا باشه، یا اون هافبک باید با پروفایلای ویتینیا باشه اگر که وینیسیوس نرفت. اما اگر وینیسیوس رفت احتمال ویتینیا خیلی بیشتر میشه. اگر بخوای بری ویتینیا رو بگیری حداقل باید به نظر من 110 120 بری بذاری رو میز. کم آقا شما نمیتونی که بازیکنای خودتون الان بیلینگامی که چند توپ طلا شد، نمیدونم اصلا چندمه توپ طلا شد، ارزشش بالای مثلا 120 تومن باشه. ویتینیایی که اگه اشتباه نکنم پنجم شد، چهارم شد، پنجم که رافینیا شد، چهارم شد اگه اشتباه نکنم، یا چهارم شد یا سوم شد. حالا بالاخره زیر 5 تا، یعنی توی تاپ 5 بود. 120 میلیون 130 میلیون نمیارزه. یه بار آقا برندینگ مگه اسمش این نیست؟ یه بار بیا ادن هازار رو بشور قضیهشو. شما اینقدر سر ادن هازار خرج کردی، ادن هازار برات درس عبرت الان شده. چه که بابا ولم کنید خدا وکیلی، به قول گفتنی نمیصرفه، واقعا نمیصرفه اینقدر هرس خوردن راجبش. در مورد چی میخواستیم اصلا صحبت بکنیم نمیدونم. نه داری درست میگی. ببین موضوع ویتینیا درسته. اول که اصلا این نمیدونم چیزی که توی قراردادش هست که نمیدونم سال دیگه میشه با 80 تا نمیدونم اگه دلش بخواد به رئال مادرید بیاد و این چیزا، که ولش کن، درد شایعه است. من نمیگم آره نمیگم نه، فوتبال و هزار تا واقعا چیز مختلف وجود داره توش. اینکه خودش دوست داره به رئال مادرید بیاد احتمالش زیاده. اینکه به درد آلونسو میخوره 100%. اینکه پرز دوست داره که پول براش خرج کنه نمیدونیم بابا. خب خرج کن لامصب، خرج کن. حالا گفتیم که چجور بازی کنیه و اصلا به درد آلونسو 100% میخوره. اما خود وینیسیوس وینیسیوس آیا موندنش ضربه میزنه به آینده رئال مادرید یا نه؟ بستگی به خودش داره. بستگی به خودش، آره بستگی به خودش داره، واقعا بستگی به خودش داره، خیلی بستگی به خودش داره. آیا رئال مادرید که الان تازه فهمیده آها من باید 3-4-2-1 بازی بکنم، یا حالا به خاطر مصونیت‌ها تغییر میکنه، ولی خب تازه فهمیده داره باید 3-4-2-1 بازی بکنه، آیا پست شماره 10 جواب این بازیکن؟ 10 چپ؟ خب آره اگه بازیشو بهتره. آقا من همیشه گفتم مثال بزرگش همون ادن هازار توی چلسی. ادن هازار وقتی که به چلسی اومد خب زیر نظر تقریبا میتونیم بگیم که خیلی جوان بود، مورینیو بود، واقعا یک وینگر لبه خط بازی میکرد. در دوران کنته 10 سمت چپ شد دیگه، بازیشو تکمیل تر کرد، بازیشو بهتر کرد، وفق داد با افکار سرمربی. خود ادن هازار این کارو کرد. اون سمت ویلیان بود، نوکم که حالا یه مدت دیوگو کاستا بود و این 3 نفر محشر بودن. آقا وینیسیوس تو چرا گوش به حرف سرمربیت نمیدی؟ من فقط میخوام اونجا بازی بکنم. 1 آنچلوتی رفت، تموم شد. دلت بخواد نخواد پرز داره کم کم کوتاه میاد و دیگه مثلا دستور به رسانش نمیده که علیه سرمربیش تیترهای عجیب غریب بزنن و انقدر تحت فشارش بذارن. دیگه پرز فهمیده که اینو اشاره کردیم. آیا میاد پشت تو وایسه؟ آیا میاد که با تو کنار بیاد و پول خوبی بهت بده و باهات قراردادتو تمدید کنه؟ اینا ما کاری نداریم آقا. کاری نداریم که میخواد با تو تمدید بکنه یا نکنه. به فرض تمدیدم کرد، به فرض موندی، روزی از نو
دوباره این سردرد ادامه داشته باشه، دوباره بگیم وای آیا این وینیسیوس امشب خوبه یا بده، آیا بالاخره گل میزنه یا نمیزنه، آیا بالاخره میخواد آروم بازی کنه یا کارت بگیره، آیا با مربی میخواد چیکار بکنه، دوباره ادامه سردرد. خب نمیشه اینطوری. اگه بخواد اینطوری بشه اصلا تمدید نمیخوام بشه. ولی اگه تمدید شد چی؟ بابا هر بازیکنی که تو ازشون الگو گرفتی مثل نیمار و کریستیانو بازیشون رو کاملتر کردن سال به سال. تو مگه نیماری که جنجال درست میکنی من میخوام شماره یک رئال مادرید باشم؟ اون نیمار بود. تیم حول محور مسی چیده میشد، دلش میخواست یا نمیخواست. تیم حول محور رونالدو چیده میشد. بنزما مگه کم بود؟ مگه گرت بیل کم فوتبالیستی بود؟ اما رونالدو شماره یک بود، مسی شماره یک بود. آیا در قراردادها و کسی بره بیاد مسی دخالت میکرد؟ بله. آیا عجیب غریب بود؟ نه. چرا؟ چون مسی تک ستاره بزرگ تیم بود، همه باید برای مسی بازی کنن. تموم شد و رفت. تو مگه کی هستی؟ نیماری؟ تهش مثلا میخوای بری پی اس جی به 150 تا؟ ناصر خلیفی مگه دیوونه است؟ مگه اون مدیرا دیگه هنوز تو اون تیمن؟ مگه انریکه حوصله تو رو داره؟ حوصله امباپه رو نداشت. یه ثانیه. ای کاش آنچلوتی سرمربی برزیل نمیشد. ای کاش آنچلوتی سرمربی برزیل نمیشد. وینیسیوس اگر احیانا بعد از این فیفا دی، بعد از این پنجره نقل و انتقالاتی که تموم شد و برگشتن به بازی ها، حالا بازی بتیس، بازی اتلتیکو، بعدش حالا بازی های چمپیونز لیگ شروع میشه، آدم شد دیگه، آدم کامل که آدم شد، البته آدم شد. خیلی هم عالی، خرج کمتر، قراردادت هم بیا تمدید کن. من احساس میکنم تمام اختلافاتی که وجود داره، تمامش همش ته تهش برمیگرده به اختلافات مالی. یه مقدار اگر که یکم از خرش ایتون بیان پایین، کلن مشکل حل میشه. والا مشکل حل میشه. اگر وینیسیوس مشکلش مالیه و اگر مشکل مالیش حل بشه، مثل آدم بازی میکنه، حتی شماره 2 خط حمله باشه، شماره 2 رئال مادرید باشه، دیگه نخواد شماره 1 باشه، اشکال نداره، پولو بده. آلابای بیشرفو ردش کن، از اون قرارداد نصفیشو بده به اون وینیسیوس. اگر مشکل با پول حل میشه، بیا من خودم کلیه‌مو میفروشم. اگر که با سریال مختار، به خدا اگه یادم بیا، به بله، چرا که نه. اگر با سکه حل میشه که آقا بسم الله، این سکه ها اینجا هست. یارو نمیدونی که در بله. این داستان هور بود که توی لشکر مختار دردسر برای چیز درست کرد، برای ابراهیم مالک در. بعد نامه زد ابراهیم به مختار که آره این اینجوریاست و هیاهو به پا میکنه و ما برای پول اومدیم جنگ کنیم و من بهش اینا رو گفتم و اینم. بعدش اومد و یاغی شد. مختارم به چیز گفت، مختار به اون یکی کیا، نه اون دسته به بن کامل گفت مختار که ای کاش که یه ذره شل میکرد کیسه رو ابراهیم و دمش رو میدید. اگه با پول مشکل حل میشه حلش کن، تو که ندار نیستی که. آره این هست. من فکر میکنم داری درست میگی، چون این بازیکن به قول خودت برزیلیه و به شدت فقط احساسی داره در این موضوع رفتار میکنه. آقا مختار حکومت بهش رسید، اصلا چیا داریم به چی رب میدیم. بعد از اینم که تموم شد، بعد از مختار دیگه پا میشم میرم به خدا. اگر که دیگه تموم شده موضوعات، دیگه واقعا دیگه نمیتونم، یعنی استامینوفن و دیگه نمیدونم آدولت کلد و اینا داره نفوذ میکنه به. بله خیلی هم عالی. اگر آقا مختار به حکومت که رسید، اون تندخویی و نمیدونم به قول گفتنی اون حالا کله خر بودن دوران جوانیشو گذاشت کنار، همه هم بهش توپیدن، اما با سیاست کار کرد و با سیاست هم کارو برد جلو. آقا نمیشه این شکلی، با سیاست رفت جلو. الکی نیست که حکومت دست ماست و سیاست داشته باشیم. اگر حکومت دست ما نبود، بله همین شکلی حالا داریم میریم پیشو، حالا با این به توافق میرسیم، به قول گفتنی با دشمن خودمونم توافق میکنیم. با دشمن خودت هم آقای پرز توافق کن. آقای جاوی آلونسو الان دیگه حکومت دستته، آقای پرز الان حکومت دستته، با دشمن خودت هم
بابا فوق دوست تموم شده. داره اون کارو بکنه. این کله خر پرس نمیفهم. پرز که وینیسیوس نمیفهم. پرز و وینیسیوس و ژابی آلونسو همه دارن من ایرانی توی اسمانو دارن عذاب میدن. این دیگه چه کثافتیه. تا ویدیوی بعدی البته قبلش درخواست بکنم که حتما لایک بکنید، کامنت بذارید و سابسکرایب هم بکنید که دیگه عالی میشه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ. نه بابا نکن دیگه. وایسا یه بار دیگه وایسا. خب بهتر چی شد؟ نشکنه. نه این گوگلی در اومد این در